بذارید بیشتر بپردازیم به زیرشاخه‌هایی که اینجا داریم و شروع کنیم به کامل کردن پرونده. شماره 1 رو باز میکنیم. اگه ببینید که اینجا همونطور که قبلا توضیح دادم باید جلوش کامپله بشه. وقتی که شما اطلاعاتتون رو وارد میکنید از گزینه انکامپله که به صورت نارنجی رنگ هست تبدیل میشه به گزینه کامپله و سبز میشه. ببینید من اینجا وارد کردم قبلا، به خاطر همین دوباره مجددا یه بار دیگه برای شما توضیح میدم که بدونید چه چیزهایی نیاز دارید. من اینجا نیاز دارم که یه عکس از خودم بذارم به عنوان ایدانتیفیان. شما همونطور که دیدید و وارد کردید ایمیلتون و شماره پرونده یونیکتون و آدرس کامپوس فرانس اینجا نوشته شده. برای اینکه عکستون رو آپلود کنید باید عکستون 32 میلیمتر در 26 میلیمتر باشه و با کلیته یا کیفیت 300 dpi. همچنین نباید که بیشتر از 50 کیلوبایت. ببین من یه توضیح بیشتر برای عکس بدم. عکس باید همونطور که گفتم 32 در 26 میلیمتر باشه. تقریبا 1/3 عکس باید مربوط به گردن و بدن باشه و 2/3 مربوط به صورتتون باشه. توجه کنید که از بالای سر 2 میلیمتر فاصله داشته باشه و حتما روی زمینه سفید باشه. خانم ها میتونن عکس با حجاب بذارن و به شرطی اینکه گردی صورتشون کاملا معلوم باشه. خب این از عکس و من اینجا شما فقط کافیه مودیفی من فوتو رو بزنید و از جایی که میخواید عکستون رو انتخاب کنید و باز کنید. توجه کنید اگه عکس بزرگتر بذارید این خطا رو به شما میده که عکستون از 50 کیلوبایت گذشته و باید یک عکس دیگه بذارید. اگه عکستون از 50 کیلوبایت بزرگتر بود میتونید از طریق سایت هایی که توی اینترنت هست با یک جستجوی کوچیک گوگل یا نرم افزار فتوشاپ حجمش رو پایین بیارید. خب من اینجا عکسم رو انتخاب میکنم و آپلود میشه و شما میتونید مشاهده کنید عکس‌ها. قسمت ایدانتیته شما نیاز دارید که شماره پاسپورت و آدرستون رو بزنید. شما همونطور که میبینید اینجا معمولا در وهله اول توسط اون اطلاعاتی که در ویدیوی قبلی توضیح دادم کاملا پر شده، یعنی شما هیچ نیازی ندارید اینجا چیزی انجام بدید. فقط نیاز دارید که یه جوستیفیکاتیو در اینجا وارد کنید. این جوستیفیکاتیو دقیقاً اون فرمی هست که اعلام کردیم، حالا کارت ایدانتیته یا پاسپورت، فرم ایدانتیته مربوط به خودتون از اینجا وارد میکنید. ببینید حجمش نباید بیشتر از 300 کیلوبایت باشه. فرمتش PDF، JPG یا PNG میتونه باشه. یعنی شما میتونید عکس به صورت عکس اسکن کنید یا اینکه PDF اسکن کنید، ولی مطمئن باشید که حجمش کمتر از 300 کیلوبایته. ببینید حتما برای اینکه بتونید راحت‌تر پیداش کنید و اینکه راحت‌تر کنید کار دوستانی که توی کامپوس فرانس روی پرونده شما کار میکنن، اسمش رو بذارید اون چیزی که واقعا هست، یه اسم مشخص بذارید. برای مثال اگر کارت ایدانتیتتون دارید آپلود میکنید حتما اسمش رو بنویسید، کارت ایدانتیته، و اسمتون رو جلوش بنویسید روی فایل. من اینجا دوباره این عکس رو آپلود میکنم. ببینید من اینجا قبلا اشتباها یکی دیگر آپلود کردم، میتونید اینو پاک کنید. یعنی که اگه میخواید مطمئن بشید اینجا اگه کانسولتر رو بزنید عکستون دانلود میشه و شما میتونید ببینید.
اوکی. کوردانه مربوط به آدرستون هست که باید وارد کنید. آدرس شخصی خودتون. توجه داشته باشید آدرسی که وارد میکنید، چون ما توی ایران معمولا آدرس رو از مناطق بزرگتر میگیم و بعد میرسیم به خونه خودمون. توی زبان فرانسه به این صورت هست که ابتدا شما باید از خونه خودتون شروع کنید و به مکان بزرگتر برسید. بذارید من اینجا توی مثال بهتون توضیح بدم. شماره پلاکتون رو با حرف N مشخص میکنید. N یعنی نمرو، شماره 23. بعد یه دونه ویرگول میذارید. ویرگول. بعد باید اگر ساختمونتون اسم داره یا مجتمع هستید اسمش رو بذارید، یا اگر ندارید و یک خونه ساده هست همین شماره 23 که شماره پلاک هست اوکی. بعدش میاد اسم کوچه یا خیابون رو میدید. من اسم خیابون رو میدم رو د حافظ. مجدداً که میذارم میدان پلاس د دی، مثلا میگم میدان 10 دی. و بولوار رو میتونید به این صورت بنویسید. بولوار د علی برای مثال. و در پایان میتونید بنویسید تهران. به این صورت یه حالت مثال گونه. برای کد پستیتون این قسمت باید کد پستی که مربوط به آدرستون هست رو وارد کنید. به این صورت هر چند تا رقم هست وارد میکنید. من اینجا یک رقم معمولی زدم. اینجا باید شماره تلفنتون رو وارد کنید. ببینید من قبلا وارد کردم، مربوط به تهران هست. شما نیاز دارید که یه اندیکاتیو یا شماره پیش شماره مربوط به شهرتون رو وارد کنید 21 و شمارتون رو بدون صفر. برای مثال من اینجا وارد میکنم 9 1 5 5 5 5 و اون رقمی که هست. البته توجه داشته باشید این شماره که اینجا وارد میکنید مربوط به تلفن فیکسه. خب پس من باید اینو اصلاح کنم، شماره فیکسم رو بدم، شماره منزلو. اگر نداشتید میتونید خالی بذارید، مشکلی نداره. از اینجا شهرتون رو انتخاب میکنید یا استانتون رو بهتره. یا من تهران انتخاب کردم، متولد تهران. برای مثال میتونید سر من یه حرف تی رو بزنید تا راحت‌تر پیدا بشه و شهرتون رو میتونید انتخاب کنید تهران. اگر احیانا شهرتون وجود نداشت شما ات یا دیگر رو میزنید و اینجا اسم شهرتون رو وارد میکنید. برای شماره همراه هم به این صورت شماره ایران 2098 هست که وارد میکنید و شماره همراهتون رو اینجا وارد میکنید برای بدون صفر اولش 900 و به این صورت وارد میکنید. حالا من شماره رو میزنم و در پایان انریژیستر رو میزنم. شما میبینید که اطلاعاتتون اینجا وارد شد و این قسمت کامپله ثبت شد. استاتوی پارتیکولیر مربوط به اون دوستانی هست که بورس دارن یا اینکه کمک‌های مالی رو از طرف دولت دریافت میکنن. برای مثال من اینجا اگر انتخاب کنید اینجا انواع بورس ها نوشته شده. ببینید این بورس هایی هست که یا دولت فرانسه میده یا دولت ایران یا اراسموس هست یا بورس ایفل هست که در مورد اینا
توی ویدیوهای بعدی به صورت کامل توضیح خواهم داد. یا اگر چیز دیگه هست اینجا باید بنویسید. اگر ندارید حتما اینو باز کنید و تیک بزنید. به این صورت تا این قسمت کامل بشه. خب این قسمت رو دیدیم و کامل شد و اینجا واسه ما نوشت کامپلیت. تو این قسمت باید فایل مربوط به دیپلم و رزومه یا سومون رو وارد کنیم. حتما توجه داشته باشید سوم میتونه باز هم به فرمت PDF یا عکس باشه و نباید از 300 کیلوبایت حجمش بیشتر باشه. فایلتون رو انتخاب میکنید. من چون اینجا سوه ندارم همین عکس رو مجددا آپلود میکنم که از این مرحله فقط بگذرم و اینجا باید مانکوفسوس سطحی رو که قبلا درس خوندید اینجا وارد کنید. ببینید اینجا چه چیزهایی رو به شما نشون میده که میتونید انتخاب کنید. برای مثال اون année d'études supérieures. اتود سوپریور معمولا از لیسانس به بالا گفته میشه. ببینید یک کنکور شرکت کردید یا یه سال دبیرستان بودید یا یه دیپلم یا اکیوالانش رو یعنی همسطحش رو دارید، un diplôme d'études supérieures یا یک دیپلم اتود سوپریور دارید مثلا مستر یا دکترا، یا اگر مثلا سال اول مستر رو خوندید و بعدش خواستید اقدام کنید میتونید اینو انجام بدید و اینجا اجوته رو میزنید تا این اطلاعاتی که ازتون خواسته شده رو که مربوط به انتخابی هست که انجام دادید برای شما میاره و کامل کنید. ببینید اینجا ازتون میخواد که ان اسکولر رو وارد کنید. توجه داشته باشید تاریخ ها همونطور که گفتم تاریخ شروع و پایان هست، چون ان اسکولر معمولا 1 ساله هست. اینجا نوشته باید تاریخ رو انتخاب کنید که تموم شده درستون. برای مثال من سال قبل 2019 2020 دانشجو بودم، به خاطر همین سال تموم شدنش 2020 هست. وقتی 2020 رو انتخاب میکنید برای شما این گزینه رو میاره که این فرماسیونی که بودم تموم شده و شما میتونید ریزنمرات و دیپلمش رو ارائه بدید. اگر بله این گزینه رو انتخاب میکنید. اگر اینکه هنوز مونده یا اینکه به هر دلیلی نمیتونید دیپلمش رو یا ریزنمراتش رو ارائه بدید، برای بعضی از دوستان که نمیتونن ریزنمرات یا مدرکشون رو آزاد کنن به همین سادگی، فقط این گزینه دوم رو انتخاب میکنید. کشورش ایران هست. اگر غیر از ایران بود شما میتونید از توی لیست انتخاب بفرمایید. کمانسش رو میتونید از اینجا انتخاب کنید. من مثلا استان فارس انتخاب میکنم، شهر شیراز. اگر باز هم شهرهای دیگه بود که توی این لیست نبود من آتف انتخاب میکنم و اینجا میمیسم، ولی من شیراز بودم و میمیسم شیراز. اتبلیسمانش رو یعنی اون دانشگاه یا مرکزی که درش اون مدرک رو گرفتید رو باید از اینجا پیدا کنید. بله دانشگاه شیراز. اگر باز هم اون مدرسه یا دانشگاه یا مرکزی که ازش مدرک گرفتید توی این لیست نبود اتخ میزنید و در قسمت مربوطه اسمش رو می‌نویسید. اینجا باید نیوتون رو مشخص کنید، یعنی اینکه چه سطحی رو اون دیپلم برای شما مشخص میکنه. بک معمولا به دیپلم یا بعد از پیش دانشگاهی گفته میشه توی ایران. یعنی شما اگه بک داشته باشید یعنی پیش دانشگاهی داشته باشید، سال اول لیسانس میشه بک پلوس 1، سال دوم لیسانس، سال سوم لیسانس، سال چهارم لیسانس، سال اول مستر، دوم مستر و دوران دکترا.
خب من گفتم سال اول مستر رو خوندم، پس باید بک پلوس 5 رو انتخاب کنم. بک پلوس 5 رو انتخاب میکنیم. برای اینکه توی فرانسه یا اروپا دوره لیسانس 3 ساله است و اشتباه نشه با دوره لیسانس که توی ایران به صورت 4 ساله ارائه میشه، شما اون چیزی که توی ایران رایج هست رو انتخاب کنید. یعنی 4 سال برای لیسانس و 5 برای سال اول فوق لیسانس. توی چه زمینه‌ای بوده اینجا باید دومینش رو انتخاب بفرمایید. من از توی انگلیس انتخاب میکنم که من سیانس دو لانژینیر، یعنی که دروس مهندسی. توی این قسمت معین شما میتونید بنویسید که معدلی که توی اون سال گرفتید و از اون مدرک چند بوده. من اینجا قبلا وارد کردم 16 و 20. به همین صورت ارائه میشه. اگر اصلاح یا اطلاعات کوچیکی قراره بنویسید، شما میتونید به صورت فارسی توی این قسمت بنویسید که اون شخصی که پرونده شما رو بررسی میکنه اینو بخونه. برای مثال من اگه اینجا انتخاب کردم که نوتم یا ریزنمراتم رو نمیتونم بدم در حال حاضر، اینجا مثلا می‌نویسید من تا 2 ماه آینده میتونم ریزنمراتم رو بیارم و اوکی باشم. خب من این رو ذخیره میکنم و همینطور که میبینید این اینجا ذخیره شد با همون اطلاعاتی که وارد کردیم. ولی اینجا میبینید که نوشته مانک جوستیفیکاتیو، یعنی یک جوستیفیکاتیو یا پرو باید براش بذارید. اینجا جوستیفیکاتیو رو انتخاب میکنید و اسکن فایلتون رو، مدرکتون رو یا ریزنمراتتون رو یا اون نامه‌ای که نشون بده شما درستون رو تموم کردید و اون مدرک رو دارید باید اینجا آپلود کنید. اون عکس رو آپلود میکنم فقط به خاطر اینکه از این مرحله رد شیم. شما میبینید که اینجا کامل شد و این قسمت هم کامل شد. توی قسمت سوم اگه میبینید اینجا کامل نوشته، چون من قبلا پر کردم، توضیح دوباره میدم بهتون که با هم ببینید. باید تست زبان فرانسه تون و زبانهای دیگه‌ای که میدونید رو اینجا وارد کنید. برای مثال همون که توی ویدیوی اول گفتم، بعد از اینکه دانشگاه مورد نظرتون رو پیدا کردید و دیدید که چه مدرکی رو نیاز داره که بخونید و ارائه بدید برای اون دانشگاه، آزمونش رو شرکت میکنید و بعد از اینکه نمره قبولی رو گرفتید میاد اینجا و از توی این لیست باید اون آزمونی که شرکت کردید رو انتخاب کنید. من TCF توی پوبلیک شرکت کردم، پس TCF توی پوبلیک انتخاب میکنم. و میبینید که دلف، تف و TCF با اپسیون اورال و اکریت هم داره. من TCF توی پوبلیک رو انتخاب میکنم و از این قسمت اجوتر رو میزنم. شما باید ببینید که چه تاریخی این تست رو گذروندید و چه تاریخی روی مدرکتون ثبت شده. من تاریخ 20/10/2019 رو میزنم. این تاریخ مهمه همونطور که گفتم به خاطر اینکه این امتحان 2 ساله هست و باطل میشه. مطمئنا وقتی که من 2019 گرفتم توی تاریخ 20/10/2021 باطل میشه. از شما یک numéro d'attestation یا شماره یونیک میخواد که معمولا روی مدرک آزمونتون ثبت شده. این شماره رو وارد میکنید. من چون ندارم فقط اینجا 1 میزنم. اسکور گلوبال اون اسکوری هست که امتیازی هست که شما گرفتید. این اسکور امتیازی هست که به شما نشون میده چه سطحی رو قبول شدید، یا A1 A2 B1 B2 C1 C2
این نمره مشخص میکنه. این گلوبالش هست. و میایید قسمت کامپرانسیون اورال و نمره‌ای که توی کامپرانسیون اورال گرفتید و وارد میکنید. متریس استرکتور de la langue همینطور و کامپرانسیون اکریت اگر نمره مربوطش رو وارد کنید اینجا کاملا مشخص میشه. اگر اکسپرسیون اورال و اکسپرسیون اکریت رو هم شرکت کردید اینجا نمره مربوطش رو میزنید، وگرنه لازم نیست پر کنید و فقط انریجستره. اینطور که میبینید من اینجا برام مجددا اومد تست اپتیت پوبلیک، تاریخی که باطل میشه 560 زدم، یعنی من 3 ان گرفتم و اینجا جوستیفیکاتیو دوباره باید بذارم. دوباره جوستیفیکاتیو میذارم، همونطور که گفتم عکس یا PDF باشه که 300 کیلوبایت حجمش بیشتر نشه. من مجدد این عکس رو وارد میکنم و میبندم. اینجا کامل شد. شما میبینید که ازتون میپرسه که آیا قبلا توی دانشگاه فرانسوی زبان بودید یا نه. از این قسمت باید پر کنید که مثلا اسکولاریتتون رو به زبان فرانسه گذروندید. خب اگر بوده میزنید بله، اگر نه میزنید نه، یا اگر این که زبان فرانسه زبان مادریتون هست اینجا انتخاب میکنید و نیاز به توضیحات این ویدیو ندارید اگه زبان فرانسه زبان مادریتون هست. یا اینکه قبلا فرانسه رو خوندید و منظور از فرانسه رو خوندید اینه که مدرکی دانشگاهی یا مدرسه‌ای که درش به زبان فرانسه باشه درس خوندید. اینجا انتخاب میکنید و ذخیره میکنید. اگر در فرانسه بودید اینجا باید پر کنید منظور از فرانسه بودن سفر توریستی نیست. منظور این که یه فرماسیون، یه دوره یا یک زمانی رو در فرانسه گذروندید، پس اینجا رو کامل میکنید به همین صورت. تاریخ شروعش، تاریخ پایانش، تو چه شهری بودید و توضیحاتش که باید اینجا نوشته بشه که چه کاری انجام دادید و اون فرماسیون یا دوره چه تأثیری بر زبان فرانسه شما داشته، چون این قسمت باید در مورد زبان فرانسه و اون اسکیل هایی که توسط اون دوره به شما اضافه شده صحبت کنید. ببینید که اینجا من ندارم پس کنسل میکنم. اگر زبان دیگه ای دارید این قسمت اضافه میکنید. اگر به زبان انگلیسی درس خوندید انتخاب میکنید. اگر اینکه زبان دیگه ای میدونید اینجا اضافه میکنید. من برای مثال اسپانیول یا زبان اسپانیول رو اینجا اضافه کردم. برای مثال اینجا اگه شما کی بزنید ازتون میپرسه که شما قبلا کدوم یکی از زبان‌هایی که سرتیفیکه هایی که مربوط به زبان انگلیسی هست رو گذروندید. برای مثال اگه آیلتس زدید مجدد اینجا باید بنویسید چه نمره‌ای گرفتید و سالش رو مشخص کنید. این قسمت هم کامل میشه و میریم برای ویدئوی بعدی.